بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این تصویر 13 خطا یا اشتباهی که نمازگزاران در نماز خود میکنند برای شما بیان می نمایم. یکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیدن به این طرف و آن طرف منع نمودند. دوم، در حال در نماز ایستادن که نیاز به قضای حاجت است. سوم، خندیدن. چهارم، خوردن چیزی. پنجم، خونریزی که وضو را می شکند. ششم، عورت را نپوشیدن. هفتم، خارج از صف ایستاده شدن. هشتم، دست چپ خود را بر بالای دست راست نهادن. نهم،